ارواح الراحمین له الفدا صلوات احسان کنیم. شادی ارواح طیبین شده ها، مراجع گذشتگان از اسلام و قرآن، قبولی طاعات و عبادات، بهره‌مندی کلیه حضار از توجهات مولای امام زمان علیه السلام، خصوصا بهره‌مندی حضرت روزمانی تبریزی از توجهات خاصه مولای امام زمان علیه السلام صلوات احسان کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی اشرف خلقه و افضل سفیر خاتم رسله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته المعصومین الذین جعلهم الله نورا و ضیاء علی العالمین. من اهتدی بنورهم فقد اهتدی و من تخلف عنه فقد ضل بها و لعنة الله علی معاندیهم الذین اتبعوا اهواءهم و ضلوا ضلالا بعیدا و سیصلون سعیرا. آمین یا رب العالمین. فاما بعد قال الحکیم فی قرآنه العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة. یا ایها العزیز مسنا وجعلنا بجزاءة فاغفر لنا الكائن وتصدق علينا تا به کی باید نشستن انتظار، تا به کی باید شدن دل بی‌قرار. کشتزار زندگی آتش گرفت آقا جان ارباب جان. ابر رحمت بار من بر ما ببار امام حجت ابن الحسن کی می شود بیایی بر درد ما دوایی. ای خونستان ازم یا ابن الحسن کجایی؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة. کدام وسیله را در خانه خدا ببرید؟ اون وسیله‌ای که حضرت آدم میخواد توبه قبول بشه. خدا را قسم میده به پیغمبر آن حضرت نوح کشتیش نجات پیدا کنه، سنگ توسط به دامن جرد میزنه. ابراهیم میخواد از آتش نجات پیدا کنه، سنگ توسل به دامن میزنه. یوسف میخواد از زندان نجات پیدا کنه، به دامن جرد میشه. کدام وسیله‌ای که پیش خدا خیلی آبرو داره؟ اون وسیله‌ای که وقتی هست یا رسول الله
یار طاها همچه در ای بسا یارب که سیری کدام مرتضای که 25 سال خانه گردن آخ دلش خون کردن مرتضا هم یه عزیزی داره مرتضا را جان مصطفی است مصطفی روان انبیاست مرتضا مشکل گشای آقا جان حجت الحسن فاطمه مشکل گشای مرتضا خدا وسیله‌ای که تو روایت از وقتی پیغمبر می‌فرماید برید دخترم فاطمه رو بیارید
اکشف کروبنا بحق اخیک الحسن.